قسمت نهم مصاحبه با آفتاب مسی. سلام، من آفتاب مسی هستم. آقا چرا ما رو از جنس مس ساختین؟ آقا لام از هوا. طرف میره دستشویی خودش رو راحت میکنه، خودش رو ول میده، خودش رو خالی میکنه. وای به حال اون لحظه ای که بخواد ما رو برداره. زور میزنه ولی نمیتونه ما رو برداره که. طرف کار خودشو کرده، خودشو خالی کرده، میخواد بشوره خودشو بره بیرون، ولی هرچی ویتامین توی بدنش جذب شده، هرچی چربی توی بدنش جذب شده، خب همشون تبدیل به فضولات میشن و در عین حالی که داره زور میزنه خالی میکنه، خودشو هی خالی میکنه، میبینی 20 کیلو لاغر کرده. ولی خبر خوب اینه که در آخر موفق میشه که ما رو برداره دیگه. خیلی زور زده دیگه ماشاءالله. بعضیا ما رو به عنوان دمبل استفاده میکردن، سه جلو بازو میزدن، خب بعد میومدن چیکار میکردن؟ بعد سه هم پشت بازو میزدن. طرف میومد تو دستشویی، میدونی چی میگفت آقا حیفه یه بدنسازیمون نشه. آقا سیاهی خاصیت دیگه هم که داشتیم میدونی چی بود؟ این بود که کسایی که یبوست داشتن انقدر براشون مفید بودیم، خب طوری که یبوستشون رو تبدیل میکردیم به اسهال. چطور بودم؟ خیلی مخلصیم. ممنونم که ما قدیمی‌ها رو هم دعوت کردیم. خیلی مخلصم. خداحافظ.